صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و من والاه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بینندگان عزیز و گرامی، خب موضوع مستقیمی یوتیوبی ما در مسئله سلام دادن بین مسلمانان، یا اینکه جمله السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته یا السلام علیکم. خب یعنی این چی فضیلت و چی مفهومی دارد و مسلمان باید چگونه بگوید و در کدام حالتها رعایت کند و در کدام حالتها باید ساکت باشد، کی گفتنش واجب است یا اینکه جوابش کی واجب می شود و کی سنت می شود و کی مباح می شود، یا گفتنش کی سنت می شود، یا اینکه کی یا در کدام حالت سنت نمی شود گفتنش، سلام دادن جایز نیست. یعنی این همه جزئیاتی سلام دادن بین مسلمان ها. حالا قبل از همه ما مسلمان ها خوب می دونیم که این همچون یک درودی تنها نیست یا یک سلامی تنها نیست، این یک عبادت است و هر عبادتی اجر دارد و هر اجری برکت دارد و برکتی هر اجری در دنیا و قیامت به صاحبش می رسد و هیچ اجری به کامیاب کنی نمی شود. حتمی صاحبش رو به صاحبش کامیابی، عزت، برکت، سعادت می آورد. یعنی سلام دادن یعنی چیز هست، یعنی السلام علیکم چی معنی دارد؟ یعنی من تمام خیر و برکت پروردگاری رو برای تو می خواهم و السلام خود یکی از نامهای پروردگار است. استعذ بالله هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. یعنی این همه نامهای پروردگار است. السلام نام پروردگار است. السلام علیکم یعنی رحمت و مغفرت و برکت پروردگار بر شما بود. این معنا رو دارد. حالا کلمه هایی که صبحت بخیر، روزت بخیر، شبت بخیر، با این کلمه ها خب یک اظهاری باشد، بگیم که اظهاری احترام، اما اجر خودش ندارد. باید مشکل رو روشن بگید، اجر ندارد. حالا بگید که چیز روزت بخیر، صبحت بخیر، شبت بخیر، یعنی با این کلمه ها البته از این ثواب محروم میشد. حالا نفری پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم با یارانش نشسته بودن و نفری اومد گفت السلام علیکم. پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم گفت که و علیکم السلام. بعد گفت که 10 اجر. در چی گفتن؟ السلام علیکم 10 اجر. نفر دیگری از یاران از شاگردان پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم اومد و گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفتن که و علیکم السلام و رحمت الله. بعد گفتن که 20 اجر. و نفر سومی اومدن بعد گفتن که السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته، یا که رحمت الله و برکاته. پیامبر در جواب گفتن که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بعد گفتن 30 اجر. حالا این اجر در یک سلام دادن یعنی چیز؟ در یک سلام دادن پره 30 اجر و هر اجر عبارت از چیز؟ خیر و برکت و عزت و سعادت و کامیابی دنیا و آخرت. یعنی باید مسلمان را غنیمت بدونه. این یک طرفی مسئله. طرف دیگری مسئله
ولی حتی سلام اهل جنت هم و همین است، السلام علیکم است. پروردگار میگه که استعذ بالله تحیتهم یوم یلقونه السلام و اعد لهم اجرا کریما. یعنی اهل جنت وقتی که با هم در جنت داخل میشن با هم سلام میگویند. تحیتهم یعنی سلام اونها عبارت از چی هست؟ السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته و اعد لهم اجرا کریما. پروردگار برای اونها اجری بزرگی، اجری عظیمه، اجر کریم یعنی به معنای بی نهایت، یعنی سخاوت در عین سخاوتمندی و عین کامیابی و عین سعادتمندی اهل جنت. پروردگار برای اونا چنون اجر و پاداش آماده کرده است که دیگر خرسندی اونا حد و کنار ندارد. لیکن سلام اهل جنت چی هست؟ حتی که داخل شدند اهل جنت با هم دیگر السلام علیکم میگویند، سلام یعنی السلام علیکم. و پروردگار برای اونا اجری بزرگی آماده کردگی هست. حالا در جای دیگر پروردگار میگوید که استعذ بالله و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسیبا. اگر و شما کسی سلام دو بتحیة فحیوا باحسن منها، ولی گویا السلام علیکم، شما بگید که السلام و علیکم السلام و رحمت الله. ولی کسی به شما گفت که السلام علیکم و رحمت الله، شما بگید میگه در جواب که و علیکم السلام. پروردگار میگه ولی شما بگید که و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ولی کسی گفت که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شما بگید که و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. یعنی یک چیز الوکم. برای چی؟ به خاطر که پروردگار در جای دیگر میگه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، در سوره الرحمن. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ آیا جزای یعنی جواب نیکی نیست؟ مومن باید در جواب نیکی نگرداند، باید مومن در جواب نیکی بگرداند. در نیکی هست، در نیکی بدی نیست. برای همین پروردگار میگه وقتی که به شما سلام گفتند شما از او بهتر جوابی سلامشون رو بدهید. بعد آخری آیت چی؟ آیت به چی تمام میشود؟ ان الله کان علی کل شیء حسیبا. پروردگار همه عمل و نیت و قلب و باطن و ظاهر و کردار و به کدام نیت گفتن این سلام شما رو بهتر و خوبتر میداند و برای شما اجر و پاداش میدهد. با کدام نیت، حتی با کدام نیت سلام دادید پروردگار میداند، نزد پروردگار معلوم است. ان الله کان علی کل شیء حسیبا. همه چیز حساب کرده میشود، همه چیز رو حسابات میدهد. حالا میگیم که روز قیامت یعنی چی؟ روز حسابات دادن است. روز قیامت روز حسابات دادن است. حسابات میدهد انسان از ابتدا وقتی که به بلاغت میرسد، از همین وقت تا وقتی که چشمانش رو دیگران میپوشند، تا همون وقت حسابات است. خدا نیک بیارد، خدا آسان بیارد. برای همین پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم میگن که ان السلام اسم من اسماء الله تعالی وضع فی الارض فافشوا السلام بینکم. روایت از که ابو هریره رضی الله تعالی عنه از پیامبر علیه السلام، روایتی ابو هریره از پیامبر علیه السلام میگه که السلام یکی از نام‌های پروردگار است که برای مسلمین، برای اهل ایمان در زمین گذاشته شده است که اهل ایمان مسلمان ها باید همیشه بین خود سلام بدهند. از فافشوا السلام بینکم، همیشه بین هم دیگر سلام بدهید. چرا؟ حالا اگر رنجیدگی باشد، قهری باشد، هر کسی که باشد، حالا میگه که دو نفر قهری و جنگی هستند، نزد پروردگار بهترین از این دو همونی هست که اول سلام میدهد به همون قهریش یا با جنگیش یا با همون انسانی که نزاع
یعنی چی دارد؟ خب کشمکشی ها دارد. بهترین این دو نفری خرخشه کردگی ها، جنجال و دعوا کردگی ها یا اینکه قهری ها، بهترینش نزد پروردگار همونی هست که اول یعنی چیکار کند، شروع کند به سلام بگوید که السلام علیکم. همین السلام علیکم گفتن نزاع و نفاق و همین فتنه بین این دو یا که شیطان رو از بین دور میکند. ولی وظیفه شیطان چی هست؟ وظیفه شیطان دویم، وظیفه شیطان و وظیفه بعضی از انسان های شیطان صفت. ما داریم انسان های شیطان صفت. یک نفری به من وصف میکرد که من یک مهارت بلند دارم، اگر بخوام بین کسی یک نزاع و فتنه بدوزم در یک جمله یعنی من میتوانم. من گفتم خدا پناه دهد، پناه و پروردگار. حالا بعضی انسان های شیطان صفت هم هست، کارشون فقط فتنه، فقط یعنی بین زن شوهر، بین اکا و دختر، بین همکار، بین کارگرا، در کارخانه، در جمعیت، در یعنی هر جا، در هر جا وقت وظیفه کردگی هستن فقط نزاع، فتنه، فقط جدال، جنگ، جدایی، قهرگی دیگر رو دایم یعنی وظیفه شیطان رو اجرا میکنن. این انسان ها رو شیطان صفت میگوین، وظیفه شیطان رو اجرا میکنن. اینا هستن شیطان صفت. حالا شیطان هم وظیفه چی؟ بین زن شوهر، بین اکا و دختر، بین اپا و خواهر، بین همسایه و دیگر فقط نزاع و فتنه. حالا در روایت اومدگی هست که شیطان در بالای آب بحر کرسیش رو میموند و هر یعنی کرسی های و مقام های در اونجا برای خدمت کرده ها میگذارد و سپارش میدهد که برایت از پس کار. بعد که رفتن از پس کار و مهلتشون تمام شد و وقتشون میاین حسابات میدهند. بعد میگن به حسابات میدهند. بعضیش میگه من این کردم، یعنی یک نفری رو گمراه کردم، زنا کرد، یک نفری رو گمراه کردم، مواد مخدر دیگر کرد، نفری رو دیگر کردم، دیگر نفری رو وسواس کردم، غارت کرد، نفری رو وسواس کردم، ترک نماز کرد، نفری رو وسواس کردم، روزه‌اش رو خورد، نفری رو دیگر یعنی یکی از اینو بعد میگوید که من امروز رفتم بین زن شوهر نزاع و نفاق فتنه ایجاد کردم و اون مرد زنش رو 3 طلاق کرد. حالا اون زن با چند فرزند آواره و سرسون و سرگردان. یعنی در اینجا یک 2 نفر نی، چند نفر. حالا فرزند آواره سرسون سرگردان همه یعنی در بدر نمیدونم. حالا این مردم که دیگر فکرش در همون فرزندانش نمیدونه چیکار کنه. بعد اون رو میگه بیا بلندترین مقام و کرسی جای تو هست. حالا بعضی انسان ها هم همین خصلت شیطان رو دارن و خودی دیگه همین خصلت شیطانی یا که کار شیطان یا اینکه خدمت شیطان یا که تأثیر شیطان از بین برود. شوهر که خانه در اومد طرف زنش السلام علیکم، یا که زن طرف شوهرش السلام علیکم و رحمت الله. تمام همین شیطان دور میشد از بین، شیطان میگریزد. حتی بعضی از دانشمندان اسلام میگن که وقتی که نزاع و فتنه در خانه بین خودت همسرت به وجود اومد بخیز اذان بگو، چرا که اذان گفتی شیطان میگریزد. شیطان گری خانه آرام میشود، زندگیت بین خودت همسرت خوب میشود. آدم‌ها بین چندون حالا فعلا اهمیت نمیدن. پیش در تمام نزاع و فتنه و خانه یعنی در خانه همیشه اذان بلند میگفتن، حتی با اون اخلاص اعتقادی که همون کشزارش، همون زمینی نزدی حولگیش که زراعتی که دارد یا در میوهی که دارد اون میوه اون زراعت ها با برکت میشد. چرا؟ بخاطر اینجا کلام پروردگار یعنی چی هست؟ اینجا نامه پروردگار است.
الله اکبر، اشهد ان لا اله الا، وحدانیت و یگانگی پروردگار، لا اله الا الله. این همه کلمه هایی هست که خالق تمام